کمیته استکهلم ما قبول کردیم و در این گفتگو شرکت کردیم. موضوع جلسه اوضاع سیاسی ایران و سیاست‌های حزب حکمتی است. پانلیستا رفیق فاتح شیخ و رحمان حسین زاده. در ابتدای بحث رفیق فاتح شیخ در 40 دقیقه بحث رو معرفی میکنن، در موردش حرف میزنن. بعدش یه پاس کوتاه میدیم و به سوال و جواب. سوال و جواب قاعدتا در مورد تمام سیاست‌های حزب حکمتی میشه اینجا بحث کرد. رفیق فاتح شیخ شما 40 دقیقه وقت داریم. بله، اگه لطف کنید ساعت رو توی رو باید من ببینم. دوستان عزیز خیلی خوش اومدید. منم به سهم خودم بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم ساعت مناسبی رو با هم سر این مسئله مهم با هم داشته باشیم. مرسی. درست. ببینید وقتی صحبت امروز ما راجع به اوضاع سیاسی، راجع به وضعیت سیاسی روز نیست فقط، یا فرض کنید که انتخاباتی در پیش در ایران چه اتفاقی ممکنه بیفته یا ما چه سیاستی داریم. از این فراتره. بحث ما نه فقط به خاطر دوست داشتن ما، به خاطر وضعیت جامعه بحث باید این باشه که اتفاقاتی در ایران، همه متفقن که اتفاقاتی در ایران در چشمانداز تحولات سیاسی ایران هست. کسی در این مورد تردید نداره. همه منتظرن که در ایران تحولات مهمی اتفاق بیفته. هر کسی اسمی روش میذاره، ولی در این مورد تقریبا توافق نظری وجود داره، نه حتی در صف مخالفان جمهوری اسلامی، حتی در صف خود به اصطلاح جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی. چند وقت پیش یک سایتی هست به نام باستاب امروز بحثی داشته در مورد اینکه در انتخابات آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته. به هر حال من منظورم تایید بحث باستاب نیست، ولی میخوام بگم یه مثالی که چطور در خود درون رژیم هم این چشمانداز هست که اتفاقات مهمی در انتظاره. اونجا نوشته بود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری مثل سال 88 نیست که یه بخش اعظمی از جامعه دخالت نداشت، اکثریت خاموش بود و اشاره میکنه که طبقه کارگر در جریان سال 88 به میدون نیومد. گفته بود که این دفعه اینطور نیست. این دفعه 40 میلیون جمعیت اون جامعه درگیر میشن. سال 88 جنبه سیاسی داشت، ولی امسال بیشتر جنبه اقتصادی خواهد داشت. مردم ناراضی‌اند. زندگی و معیشت طبقه کارگر که یک طبقه وسیع، این همین حرفا رو زده و خیلی وضعیت معیشتی بدی داره و اثر نارضایتی این نیرو که در سال 88 به میدون نیومده بود به میدون میاد. جواب نظام برای این مسئله چیه؟ این البته تحلیل باستابه و هدف باستاب این بوده که فشاری بیاره روی به اصطلاح جناح مقابلش. یعنی باستاب تقریبا باستاب دهنده نظر جناح رفسنجانی و اصلاح طلبان و ایناست بیشتر و به درجه جنبش سر. ولی این نشون میده که خود رژیمی ها هم منتظرن که اتفاقی بیفته. ما سر این تحلیل ها سرمایه گذاری نمی کنیم. ما روش خودمون و متد خودمون داریم در دیدن جامعه، در دیدن وضعیت جامعه و بر اساس روندهایی که در جامعه در جریانه چه چشماندازی رو برای تحولات آتی ایران به اصطلاح در نظر میگیریم و چه سیاست‌هایی رو داریم در راه اهداف اساسی و استراتژیک حزب حکمتی است. حزب حکمتی حزبیه برای انقلاب کارگری، نه فقط برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. ولی این حزب میدونه که برای انقلاب کارگری، برای اینکه جامعه به اون سمت حرکت بکنه، در اولین قدم باید جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم بورژوایی سرنگون بشه و باید طبقه کارگر و توده‌های محروم جامعه و کمونیست‌ها و حزب کمونیستی نقش فعالی داشته باشند در این پروسه. در این صورته که شما میتونید
اون انقلاب رو که منجر بشه به سرنگونی جمهوری اسلامی یا اون تحولاتی که جمهوری اسلامی رو ساقط کرده نذاری متوقف بشه، جلو ببری به طرف انقلاب کارگر. این در اصطلاح کمونیست‌ها در 100 سال 120 سال گذشته به عنوان 150 سال گذشته به عنوان انقلاب مداوم تعبیر شده. ولی در 2 سال گذشته که انقلابات تونس و مصر اتفاق افتاده، نه فقط مفهوم انقلاب مداوم بلکه خود واقعیت انقلاب مداوم جلوی چشم مردم جهان جریان داشته و برای کمونیست‌ها و طبقه کارگری ایران هم درس‌های آموزنده‌ای داره که من سعی می‌کنم اشاره بکنم در این سخنرانی. ببینید بحث ما اینه، تحولاتی در ایران در انتظار هست. تو این تحولات موقعیت طبقه کارگر چطوره و موقعیت کمونیسم به عنوان یک نیروی سیاسی چطوره؟ در ایران کمونیسم یک نیروی سیاسیه. در مصر کمونیسم به معنی که ما در نظر داریم، یعنی کمونیسم طبقه کارگر در تحولات 2 سال گذشته و 6 سال گذشته مصر حضور نداشته و هنوز هم نداره. اونجا هم گروه هایی هستن که اسم کمونیست بر خودشون گذاشتن ولی ما میدونیم که این نوع کمونیسم به اصطلاح اون نوع کمونیسمی که کمونیسم کارگری در ایران در نقدش به وجود اومده کاملا فرق داره. اونها جریاناتی هستن که عمدتاً بخشایی از بورژوازی هستن که جناح چپ رو در بین بورژوازی تشکیل میدن. در تونس همینطور. در 10 روز گذشته کسانی که اونجا چهره‌های شخصیت‌هایی که به نام کمونیست در جامعه تونس مشهور بودن جلو صحنه بودن در جریان تشییع جنازه شکری بالعید. ولی اینها کمونیست‌هایی هستند که در 2 سال گذشته حتی اسم کمونیست را از حزب خودشون کنار گذاشتن. این کمونیسمی که مورد نظر ما هست و بعد از انقلاب سال 57 در ایران به صحنه اومده و یک نیروی سیاسی و یک بازیگر سیاسی صحنه بوده، در ایران وجود داره به عنوان یک نیروی سیاسی، در مصر و تونس متاسفانه وجود نداره. در چی میخوام بگم، ما از این سر برای یعنی مسئله رو بررسی میکنیم. ایران در آستانه تحولاتیه. این تحولات میتونه منجر به انداختن جمهوری اسلامی بشه به وسیله این نیرو یا آن نیرو. سوال اینه آیا طبقه کارگر و کمونیسمی که در ایران وجود داره و بازیگر صحنه سیاست هست در موقعیتی هست یا آمادگی اینو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و اگه سرنگون کرد ببره این تحول رو تا جامعه ایران رو از چنگ نظام سرمایه‌داری خلاص میکنه و سوسیالیسم رو برقرار میکنه. بحث چشمانداز برای ما تا اونجاست، نه فقط تا سرنگونی جمهوری اسلامی. ولی اگه چشمانداز ما به طرف انقلاب کارگریه، به هیچ وجه به این معنی نیست که از حالا تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما فقط در حالت انتظار باشیم، چشم انتظار باشیم در نتیجه حوادث و اتفاقات و رودرروی‌های یا در نتیجه تنش‌های درونی هیئت حاکمه این رژیم جمهوری اسلامی فرو بریزه و بعداً اون وقت ما وارد میدون بشیم. همچین چیزی جزو اصول اساسی کمونیسم دخالتگر نیست. کمونیسم دخالتگر میگه شما اگه در سرنگونی جمهوری اسلامی نقش اساسی نداشته باشی، در جلو راندن جامعه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم نقش اساسی نخواهی داشت. حتی طبقه کارگری که موقعیتش در تولید و در جامعه خیلی قویه که الان در ایران اینطوره، باز به همون اندازه قویه که فرض کنید طبقه کارگر در مصر قویه. در مصر طبقه کارگر در ساقط کردن حسنی مبارک هم نقش داشت. با این حال ما می‌بینیم 2 سال طبقه کارگر اعتصاب میکنه، تظاهرات میکنه، ولی هیچ جایی معلوم نیست جامعه مصر به اون طرفی میره که طبقه کارگر باید ببردش. این از کجا، نقص از کجاست؟ نقص از نبودن یک کمونیسم دخالتگر در مصر. در ایران اوضاع چطوره؟ ببینید، راجع به این که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه داریه، کمونیسم ما از روز اول روشن بوده، گفته این یک رژیم بورژوایی و 2 جناح بورژوا امپریالیستی داره و غیره و غیره.
بعد از سالها بالاخره همه چپ امروز میگن رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم بورژواییه، سرمایه‌داری در ایران. ولی بحث فقط این نیست. بحث این روشن کنید که این عملاً برای سرنوشت این رژیم چه تأثیری داره، این تحلیل، و برای نقش طبقه کارگر و کمونیست‌ها چه تأثیری داره. رژیم مناسبات جامعه ایران سرمایه‌داریه. یک رژیم اونجا حاکمه که سیاست این رژیم و موقعیت این رژیم باعث شده سرمایه‌داری در ایران در 30 سال گذشته یه حالت یک سرمایه‌داری بی پاسخ به مسائل جامعه بوده. یک سرمایه‌داری بوده که یه رشد جزئی هم داشته، بقا هم داشته، تا حالا هم سرنگون نشده، ولی جوابگوی یک جامعه بزرگ 75 میلیونی و قرن 21 نبوده و نیست. این حکمیه که ما همیشه گفتیم، ولی امروز شرایط ایران طوریه که این حکم تحلیلی ما خیلی روشن دیگه برای هر کارگر، برای هر فعال کارگری، برای هر آدم رادیکال روشنه. ببینید یک رژیم بورژوایی، یک نظام سیاسی سرمایه‌داری وقتی یه جامعه رو در اختیار داره، حاکمیت میکنه رو اون جامعه، باید به دو مسئله اساسی جواب خیلی روشن و شفاف بده. یکی این که سود برای سرمایه تأمین کنه و دوم این که معیشت رو برای نیروی تولید کننده، نیروی کارگر تأمین کنه. امروز جمهوری اسلامی یا رژیم حاکم در ایران هیچ کدوم از این دوتا محور اساسی نظام سرمایه‌داری رو تأمین نمی‌کنه. شما نگاه کنید، یه نهادی هست در ایران به نام شورای عالی انجمن‌های صنفی کارگری. این نهاد وابسته به جمهوری اسلامیه. اخیراً تو هفته‌های گذشته این نهاد اعلام کرده که دستمزد کارگر برای اینکه بتونه جوابگوی معیشت یک خانواده 4 نفری باشه باید 1,800,000 تومان در ماه باشه، حداقل دستمزد. چون الان فصل حداقل دستمزده، تعیین حداقل دستمزد. سال گذشته حداقل دستمزد رو 18% بالا بردن، شد 389,000 و فلان. حالا فرض کنیم بگیم 400,000. از 400,000 تا 1,800,000 چه فرقی هست؟ این رو من و شما نمیگیم. این رو یکی از نهادهای به اصطلاح نهادهای رژیم جمهوری اسلامی در بین کارگران، نهادهای کنترل کننده جنبش کارگری که وابسته به رژیم اینو اعلام کرده. البته اینو اعلام کرده و با فکت هم استدلال کرده، ولی بعد برای افزایش دستمزد پیشنهادش این نیست که حتما افزایش دستمزد بره تا اونجا. ولی بالاخره یه دستگاه میخواد بگه رژیم شما باید توجه داشته باشید وضع طبقه کارگر اینجوریه و اگه یه جواب مناسبی ندی این نمیتونی جلو بری، نمیتونی ادامه بدی. فراکسیون کارگری مجلس، این اسمیه که برای خانه کارگری هایی که نماینده مجلس هستن گذاشتن، مثل محجوب و غیر و ذالک. اینها پیشنهاد کردن که امسال حداقل دستمزد کارگر 100% اضافه بشه. میدونید در طول سالیان گذشته هیچ وقت افزایش دستمزد از 22% بالاتر نرفته. پارسال 18% بود، سال قبلترش 9% بود. اینها در مجلس پیشنهاد کردن که امسال 100% بره بالا و همه میدونن که امکان نداره جمهوری اسلامی 100% ببرتش بالا، ولی فرض کنید 100% برد بالا، و وقت میشه نزدیک 800,000 و 800,000 تا 1,800,000 چقدر فاصله هست هنوز. یک مقام دیگه اصلاح همین خانه کارگر و اینها میگه کارگر حتی اگه 2 شغلم داشته باشه از طریق کار خودش نمیتونه زندگیشو تأمین کنه، باید دولت از منابع دیگه به کارگر کمک بکنه، یعنی بهش صدقه بده. ببینید بحث این نیست که دستمزد طبقه کارگر در ایران پایینه. کل سیستم سرمایه‌داری ایران یک سرمایه‌داری استبدادی متکی به نیروی کار ارزانه. این فرضه، ولی این نیروی کار ارزان در حال حاضری که ما داریم صحبت میکنیم
از طریق کار قادر به تأمین معیشتش نیست، حتی اگه کارم داشته باشه، حتی اگه 2 تا کارم داشته باشه. و این حرف ما نیست، این اعتراف خود رژیمی هاست. و تازه این برای کارگران شاغله. ظرف 8-9 ماه گذشته مطابق آمار رسمی در ایران 1 میلیون کارگران قراردادی به صف بیکاران پیوستند. یعنی به ارتش، به لشکر ذخیره بیکاران پیوستند که خود اون ارتش بیکاران در ایران حدود 4-5 میلیونه. در نتیجه شما نتیجه که میگیرید وقتی کارگر بیکار میشه، منبع سودآوری برای بورژوازی هم کمتر میشه. اینجوری نیست که بورژوازی چون رژیم جمهوری اسلامی جامعه رو براش ساکت نگه داشته و سرکوب میکنه میگن همین خوبه. اینجوری نیست. بورژوازی سود میخواد. وقتی طبقه کارگر زندگیش تأمین نمیشه و بورژوازی هم سودش تأمین نمیشه، این نظام معنیش کار نمیکنه. ولی علاوه بر این معنیش چیه؟ معنیش اینه این رژیم جمهوری اسلامی از بین بحران‌های مرکب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و درون حکومتی و غیره، مشکل اساسیش مشکل بحران اقتصادی. و این بحران اقتصادی وقتی ما امروز صحبت میکنیم، بخشی از یک بحران اقتصادی جهانی که 5 سال ادامه داره و هنوز تمام نشده. بالاخره جمهوری اسلامی هم بخشی از این دنیای گلوبال امروزیه. و تو دنیای گلوبال، سرمایه‌داری گلوبال، هیچ بخشی از جامعه جهانی، هیچ بخشی از سرمایه‌داری جهانی مسئول نیست از پیامدهای این بحران اقتصادی که 5 سال ادامه داره. ولی نکته اساسی اینه که در ایران درست اقتصاد امروز اساس مشکل جمهوری اسلامیه، ولی خود جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی باعث شده که اقتصادش به این ترتیب اصلاح بحرانی بشه و بحران زده بشه. یعنی نظام سیاسی، روبنای سیاسی که در ایران حاکم بوده ظرف 34 سال گذشته، این باعث شده که بحران اقتصادی درش همیشه ادامه داشته و در شرایطی تشدید شده و امروز در طول تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی هیچ وقت به این اندازه بحران اقتصادی حاد نشده که الان در جمهوری اسلامی هست. یه عده میگن تحریم اقتصادی باعث شده، از جمله خود رژیمی ها. ولی هر کسی که یه خورده حساب بلد باشه میدونه که این تحریم اقتصادی این بحران رو تشدید کرده. و این که تحریم اقتصادی این بحران رو تشدید کرده، بحث فقط این نیست که غربی ها با جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای اختلاف دارن. بحث اینه کل نظام سرمایه‌داری امروز با بحرانی روبروه که این بحران ها رو منتقل میکنن به جامعه، یعنی جامعه متروپول منتقل میکنه به جامعه مثل ایران. یه عده میگن سیاست یارانه ها شکست خورده. ما 10-15 سال میگیم این که اقتصاد ایران با بحران روبروه نه مربوط به اینه که سیاست رفسنجانی شکست خورده یا اینها ندانم کارن یا اینا آخوندن بلد نیستن. مربوط به اینها نیست. مربوط به اینه که یک رژیم سیاسی اونجا حاکمه، یک به اصلاح ایدئولوژی و فرهنگی رو اونجا حاکم کرده این رژیم که خود این مانع میشه که سرمایه‌داری در ایران به عنوان یک بخشی از سرمایه‌داری جهانی بتونه کار بکنه در یک متابولیسم جهانی. وقتی همچین کاری نکنه برای یک جامعه 75 میلیونی این سرمایه‌داری جوابگو نیست. سرمایه‌داری هست اما جوابگو نیست. سرمایه‌داری که حتی در سالهای گذشته یه رشد جزئی هم داشته ولی الان اون رشد جزئی هم حتی نداره. در نتیجه وقتی جامعه با این وضعیت روبروه معلومه که این رژیم دیگه موندنی نیست. ما 10-15 سال میگیم که رژیم جمهوری اسلامی رفتنیه، از نظر تاریخی پروسه رفتنش شروع شده. نیروهایی باید این رژیم رو بندازن و نیروهای این رژیم رو میندازن. بعضیا به ما ایراد میگیرن میگن چند سال شما این رو تکرار میکنید. ما میگیم به همون اندازه که تا نیروهایی پیدا بشن این رژیم رو بندازن، این حرف اعتبار داره. طبقه کارگر آمادگی رو نداشته بندازه. توده های مردم در ایران به شدت ناراضی هستند. اینکه شرایط انقلابی عبارت از این که بالایی ها نتونن و پایین ها نخواهندش در ایران سالهاست تأمینه.
ولی این پایین هایی که نخوان لابد آمادگی اینو نداشتن که این بالایی ها رو بکشن پایین یا مبارزه رو طوری گسترش بدن که بالایی ها فلج بشن از لحاظ سرکوب و شرایط انقلابی به وجود بیاد. سال 88 تحلیل حزب حکمتی است که امروز ما با شما صحبت میکنیم این نبوده که سال 88 یک جنبش انقلابی یا یک شرایط انقلابی به وجود آمده. برعکس ما گفتیم در جریان سال 88 یک جریان ارتجاعی ناشی از شکاف درون رژیم اومد و مردم رو هم متوهم کرد و مردم به میدون اومدن و بعد این جریان شکست خورد و شکست این جریان اتفاقا تاوانش به اصطلاح یا پیامدش بر روحیه و اراده انقلابی و به میدون اومدن مخصوصا نسل جوان تأثیر منفی گذاشته. اگه انقلابات تونس و مصر در سطح دنیا و در سطح خاورمیانه باعث شده که امید به اراده انقلابی توده ها برای تغییر جامعه بالا بره، برعکس سال 88 با شکست جریان جنبش سبز تأثیر منفی گذاشته در ایران. آیا این معنیش اینه که بنابراین مردم ایران یا طبقه کارگر عقب نشستن؟ نه، عقب ننشستن، مبارزه میکنن. ولی موقعیت طبقه کارگر و موقعیت کمونیسم در اون جامعه در حال حاضر طوری نیست که آمادگی اینو داشته باشه رأساً و بلافاصله جمهوری اسلامی رو پایین بکشه. آیا معنیش اینه که ما باید صبر کنیم؟ نه، به هیچ وجه. یک حزب انقلابی، یک حزب دخالتگر کمونیستی میگه این ناآمادگی رو باید روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه تلاش کرد که به آمادگی تبدیل کرد. امروز اگه طبقه کارگر در ایران معیشت نداره، اگه زندگی 3 برابر زیر خط فقره و اگه طبقه کارگر در ایران 40 میلیون جمعیت داره یا حتی بیشتر با خانواده ها اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میده و علاوه بر طبقه کارگر توده های زحمتکش و محرومی هم هستن که معیشتشون تأمین نمیشه، بنابراین قاعدتاً باید نیرویی که جمهوری اسلامی رو بندازه همین نیرو باشه. چرا باید جامعه منتظر باشه که بورژوازی جمهوری اسلامی رو بندازه؟ چرا باید جامعه ایران منتظر باشه که آمریکا و دخالت آمریکا و غرب جمهوری اسلامی رو بندازه؟ چرا باید جامعه ایران منتظر باشه که در نتیجه اختلافات گروه احمدی نژاد و گروه خامنه‌ای و فلان جمهوری اسلامی فرو بریزه؟ چرا این جامعه و این طبقه کارگر چه چیزش کمه که خودش جمهوری اسلامی رو پایان به زیر نکشه؟ تز اصلی و نتیجه گیری اساسی ما به عنوان یک حزب کمونیستی اینه که طبقه کارگر، کارگران ایران هستند که می توانند جمهوری اسلامی رو به زیر بکشند و اگر آمادگی و به هر درجه ناآمادگی هست باید این ناآمادگی برطرف بشه. این نیروست که میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. اینکه بعضیا خودشون رو به اصلاح چپ میرامن ولی میگن ما موافق هر سرنگونی نیستیم که فلان باشه، سرنگونی موافق و مخالف نداره. شما یا نیروی سرنگون کننده این رژیم هستی به عنوان طبقه کارگر و کمونیسمی که در صحنه سیاست ایران هست، یا جمهوری اسلامی توسط نیروهای دیگه سرنگون میشه و اون وقت شما مشکلت برای پیشبرد کار خودت در اون جامعه بیشتر میشه. سیاست ما الان اینطوره، ما یعنی حزب حکمتی است از 1 سال و چند ماه گذشته با دادن یک پلتفرم سیاسی و عملی خطوط سیاست خودشو در این مورد اعلام کرده. ما به عنوان بخشی از 40-50 میلیون و حتی بیشتر انسان جان به لب آمده از دست جمهوری اسلامی میخوایم جمهوری اسلامی یک روز حتی زودتر هم سرنگون بشه. این طاعون، این بلا، این سیستمی که از جون آدم ها تا زندگیشون، تا زندگی بچهشون، تا شادی و همه چیز رو گرفته باید سرنگون بشه و باید هر چه زودتر سرنگون بشه. و امروز شرایط واقعی بحران اقتصادی و بحران سیاسی و بحران ایدئولوژیک و حتی اختلافات درونی نشون میده که این مسئله به زودی انجام خواهد گرفت. ولی سوال اینه به وسیله چه نیرویی؟
توسط کدام طبقه و کدام نیروی سیاسی. موقعیت طبقه کارگر از لحاظ قدرت تولیدی و شرکت در تولید جامعه بسیار قوی، یک طبقه کارگر بسیار قوی، بسیار قدرتمند، وسیع و باسواد و وارد به تکنولوژی و امروزی، منتها در این حال پراکنده. شما ببینید حتی تشکل‌های کارگری که در ایران وجود داشته در ظرف چند سال گذشته، اینها زیر فشار این خفقان و استبداد جمهوری اسلامی عملاً کاری از پیش نبردن. با این حال ما به عنوان کمونیست‌ها همیشه گفتیم هر سرپناهی که طبقه کارگر برای خودش درست میکنه باید ازش حمایت کرد، حتی اگه تأثیر چندانی هم نداشته باشه. ولی بحث سرنوشت طبقه کارگر خیلی از این حرفا بالاتره. طبقه کارگر در ایران باید چشم به قدرت سیاسی داشته باشه، باید بتونه جمهوری اسلامی رو پایین بکشه، باید بتونه نیروی جنبش رهایی طلب زنان رو پشت سر خود بیاره، باید بتونه اراده انقلابی نسل جوان رو پشت سر خود بیاره. چرا باید نسل جوان در ایران دنبال موسوی و کروبی راه بیفتن و بعدم شکست بخورن و بعدم سرخورده بشن؟ اگه طبقه کارگر در میدان باشه و اگه طبقه کارگر یک مبارزه اقتصادی، سیاسی، فکری همه جانبه رو در جامعه پیش ببره با رهبری کمونیست‌ها و با دخالتگری کمونیسم، این طبقه میتونه جای امید همه به اصطلاح نیروهایی باشن در جامعه که از این وضعیت ناراضی هستند. و این نیروهای کم‌وزن نیستن. زنان در ایران نصف بیشتر جامعه هستن و معلومه که ناراضی از این وضعیت، ولی هیچ کسی ندیده که جنبش زنان بتونه یک رژیم رو سرنگون کنه. طبقه کارگری که میتونه یک رژیم رو سرنگون کنه در این حال میتونه در کنار خواست افزایش دستمزد و شاخص دستمزد عقب مونده‌اش از برابری کامل زن و مرد دفاع کنه، از خلاصی فرهنگی جوانان دفاع کنه. نیروی جوانان در ایران، نیروی نسل جوان نیروی بسیار مهمیه، یعنی یک مواد منفجره قویه بر علیه این رژیم. و حتی به نظر من شکست جنبش سبز که بخشی از نیروی نسل جوان میلیتانت رو دنبال خودش کشید و به شکست کشاند، این انرژی رو از نسل جوان ایران نگرفته. نسل جوان هنوز جنگ نهاییش رو در جمهوری اسلامی نکرده. این وضعیت جمهوری اسلامی، این وضعیت جامعه ایران، یک جامعه 75 میلیونی که مناسبات سرمایه‌داری بهش جوابگو نیست، رژیمی که اونجا حاکمه بهش جوابگو نیست و این رژیم الان این جامعه رو به بدبختی کشونده، حتی از نظر اقتصادی، و به جایی کشونده که طبقه کارگر و توده‌های محروم زندگیشون تأمین نمیشه، نون شبشون تأمین نمیشه و بورژوازی هم سودآوریش تأمین نمیشه. وقتی 1 میلیون کارگر ظرف یک سال گذشته بیکار میشن، معنیش اینه 1 میلیون فرصت سود رسوندن به جیب سرمایه‌دارها هم کم میشه. اینطور نیست که فقط طبقه کارگر ناراضی باشه، ولی سوال اینه آیا بورژوازی که اون هم ناراضیه ما اجازه بدیم اون جمهوری اسلامی رو بکشه پایین و در نتیجه چهره آینده جامعه ایران رو اون ترسیم کنه، اون شرایط رو به ما تحمیل کنه، یا برعکس طبقه کارگری که این همه قدرت اجتماعی داره از لحاظ سازمانی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ مبارزاتی آمادگیش رو طوری جلو ببره که اون بتونه جمهوری اسلامی رو پایین بکشه. چرا نمیتونه جمهوری اسلامی رو پایین بکشه؟ نمونه مصر و تونس نشون داد. در تونس و در مصر طبقه کارگر بودن اومدن به میدون. مشکلی که اونجا بود این بود که افق سیاسیشون روشن نبود که بعد از بن علی باید بره به طرف انقلاب کارگری، بعد از حسنی مبارک باید بره به طرف انقلاب کارگری. در نتیجه نه ارتش، نه بوروکراسی، نه پارلمان، هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست. این چشمانداز در مصر و تونس نبوده. با وجود این بورژوازی هنوز در مصر و تونس نتونسته انقلاب سال 2011 رو خاتمه بده و خاموش کنه. برای کمونیستایی که
30 سال 30 و چند سال سابقه مبارزه با جمهوری اسلامی رو دارن و دید روشنی دارن و بر اساس اون بحث درخشانی که منصور حکمت در